سلام علیکم دوملای عزیز. خب ترتیب ذکر کردن بعد از نماز را میگفتید. ترتیب ذکرهای بعد از نماز اکنون الحمدلله که به همه معین هستند که عادتا مردم ما وقتی که نماز بود کردیم اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم میگوییم، آیت الکرسی میخوانیم. فضیلتش هم این است که پیغمبر بزرگوار در حدیث گفتن که هر انسانی که بعد از نمازهای فرض اگر آیت الکرسی را بخونه هیچ یگان چیز او را از در آمدن جنت معن نمیسازه مگر مرگ. همین که از دنیا گذشت و داخل جنت میشد ان شاء الله. بعد از آیت الکرسی خواندن 33 بار سبحان الله میگوییم، 33 بار الحمدلله میگوییم، 33 بار الله اکبر میگوییم و یک بار دیگر لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. یعنی این دعا را میگوییم. بعد از اون دعاهای بعدی نماز میکنیم. ترتیبش این است. بهتر است که همین ها را یعنی انسان همین ترتیب گوید. این ذکرهای بعد از نماز جناب پیغمبرتون هر انسان که 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر گفت و یک بار لا اله الا الله وحده لا شریک له یعنی این خواند، اگر به اندازه خفهای بحر گناه داشته باشه خداوند به فضیلت یعنی خواندن و گفتن این ذکرها خداوند گناهاش میبخشه. ترتیب ذکرهای بعد از نماز این است برادر عزیز.